سلام، محمد رضا محمدی هستم. امیدوارم حالتون خوب باشه. بریم برای ویدیو. باید اول توی ستون A ردیف بنویسیم که وسطچینم شد. بعد در ستون B تاریخ رو بنویسیم که اینم وسطچین شد. و در ستون C نام روز هفته. بعد با استفاده از اتوفیل باید این کار انجام بدیم. مثلا در ردیف باید بنویسیم شماره 1. بعد اینجا که کرسر موستون رو میاد مثبت میشه به این شکل، همین رو درگ میکنید هر چقدر که خواستید. مثلا تا اینجا نشد. باید 2 هم فکر کنم بنویسیم. خب اگه دیدین کار نکرد اول درگ کنیم. اگه دیدین کار نکرد این مربع رو بزنید، کلیک کنید، بعد بنویسید فایل، بعد این گزینه رو بزنید. ببینید خودش 8 نمیشه تا 9. و حالا همه اینا رو درگ میکنیم و بعد دوباره وسط حتی طوری. و بعد اینو دوباره با استفاده از اتوفیل درگ میکنیم. ببینید درست شد. باز ما از اون روش استفاده میکنیم، ستونه بین ستون B و C نگه میداریم و یکم ستون B رو بزرگتر میکنیم. چرا؟ چون که یکم بهتر دیده شه این تاریخ. بعد همه اینا رو درگ میکنیم و وسط و بعد میریم سراغ ستون C. با استفاده از کلمات انگلیسی سانده همون میشه سان. بعد با استفاده از اتوفیل دوباره درگ میکنیم تا اینجا. و حالا برای اینکه شبیه کتاب بشه باید ما یه خطی اینجا بکشیم در ستون ها و سلول ها که اونا رو اینطوری جدا کنیم. اول من اونا رو درگ میکنم ستون سی. بعد میایم در این قسمت اینو میزنیم میایم بوردر رو. بعد خواهیم لفت بوردر، حتی میتونیم تینگ اوتساید بوردر هم بهش بدیم، اینطوری میشه ولی خط زیرش نیست. و ما میتونیم برای بهتر شدن کار، یعنی بیشتر شبیه شدن کتاب، باید به اونا بوردر. حالا چطوری؟ بعد همه اینا رو درگ کنیم، ستون ها که داده توش داره.
بعد بیایم این گزینه بزنیم بوردرها، بعد آل بوردر و آل بوردرز رو بزن که به این شکل در بیاد. ممنون که تا انتهای ویدیو با من همراه بودید. خدا نگهدار.